آقای دکتر رحیمی الان رئیس پروژه رسانه و کودک هستند و با دفتر تعریف کتب درسی همکاری داشتن و همچنین ما ازشون دعوت کردیم چون کتابای درس بکنم نیمه زندگی اینها رو هم کتابای قبلی رو در نوشتنش ایشون کاملا آشنا هستن با این سیستم تعریف کتب. بسم الله الرحمن الرحیم. کاری که کردیم که تموم کردیم که آخرین نفر میتونه جمع کنه همه چیز رو به نفع خودش تمام کنه. من لذت بردم. خب بحث خیلی خوبی بود، جا داره این بحثا تو کشور و خب چقدر دیر. خاطره کتاب درسی نویسی، برنامه درسی نویسی، همکاری با آموزش و پرورش، دونه دونه معلمان تو سراسر کشور بهشون سر زدن و اینا رو همه رو پیش روی خودم آوردم و یاد سال 78 افتادم که با چه انگیزه هایی، با چه تلاش جدی شروع کردیم برای اینکه بگیم آقا تفکر مثلا نور شب وجود آدمه و انسان به تفکر متمایز میشه از دیگران و اتفاقا دین ما، فرهنگ ما، ایرانی بودن ما، همه اینا توش اینا مندرجه و بدون اینکه بخوام خیلی متد و خیلی بازی براش در بیاریم و از این بنابر یه چیزایی رو درست کنیم که خودمون نفهمیم چیه، خیلی راحت میتونیم این زمینه رو در یک فهم عمومی مطرحش بکنیم. ولی خوشبختانه وقتی راه‌های دیگری باز میشه، حرفای جدیدی میاد وسط و وارد ایران میشه، هرچند خود حرف جدید نیست، فلسفه کودکان حرف قدیمیه، ولی به هر حال اینطوری وارد میشه جای تشکر رو. خب نکاتی هست که من یادداشت کردم، یادم رفت بیارم تا اینجا. نه قربون شما، من خسته اید واقعا، ببخشید. و البته به جای خوبش رسه. ما هر وقتی تو همین سالن ما یه 3 جلسه دین رسانه کودک داشتیم اینجا، یادم همیشه آخر که آدم خسته میشه تازه حرفای خوب در میاد، وسطش هم همیشه دعوا میشه، فشار خون میره بالا. ایرانی هستیم، هیجانی زندگی میکنیم، هیجانی فکر میکنیم، یه فکری به حال این بکنیم که ما فکرمون از هیجاناتمون دور کنیم تا بتونیم درست فکر کنیم. چند تا نکته کوچیک به نظرم میرسه. ببینید، اولا بابک حرف اول و آخر در تفکر برای کودکان نیست. این رو دوستان ما هم اعتقاد دارن. یک، اگر اصرار بر این است که یک روش است، مبنای فلسفیش و مبنای روانشناختیش قابل نقده. ابتناع همه حرفا بر دیدگاه‌های ویگوتسکی ضرورتاً علمی تر از ابتناع بر حرف پیاژه و بعدهاش نیست. ما چطوری میگیم پیاژه مرد، ولی روانشناسای شناختی بعد از او و علوم شناختی، فلسفه ذهن و هر چیزی که در علوم شناختی جا میگیره ادامه دهنده این دیدگاه هستن و بنابراین بحث علمی سر جاش هست. من شاید به تعبیر معلم فرانسوی توی یک کتابام خونده بود به زحمت به فارسی، بعد گفتش که تو در متن پیاژه‌ای هستی ولی در این زیر چی میگن پاورقی معلومه که مخالفی و یه جوری شبیه ویگوتسکی فکر میکنی. بهش گفتم این از کجا فهمید؟ یه جمله‌ای گفت برای ما معلمای ایرانی خجالت آوره. گفت خب من یک معلمم، یعنی انقدر بلدم که بتونم این دوتا رو تشخیص بدم. این قابل توجه من معلم. دعوا سر جای خودش هست، مبانی فلسفیش، مبانی روانشناختیش. بنابراین ما نباید صرفاً اشاعه دهنده باشیم. اگر یک گروهی در پژوهشگاه علوم انسانی تشکیل میشه و اشاعه دهنده این هست، محترمه و البته قابل بحث و من دوست دارم افراد کاملا آکادمیک بیان تو این جلسات بشینن راجع به خود فبک بحث کنن. حتما این جلسات رو دارن دوستان. اما این بردارم اون کتاب رو هم من دیدم قبل از اینکه بیاد بازار ورژن نه آقای هست دکتر حسنی که خب همکار عمرتون. نه کتاب رو دیدم، اینجوری میگم، این کتاب رو دیدم. افرادی هم که کتاب رو نوشتن خوب میشناسم. اگه فرصت بود 2 ساعت برای شما میگفتم فکر این کتاب مثلا چی شد که این کلمات توش اومده، اون فطرت از کجا اومده، دعوای این فطرت در سال 1300 و فلان به وجود اومد، بین کی و کی به وجود اومد. مستندات مکتوبش رو برای شما میذارم جلوتون. میگیرم از این ور میکشم تا شهید مطهری، میبرم تا فارابی، از این ور دعوای این وریا رو میگیرم میبرم تا ابن سینا. به شما ثابت میکنم که این یک بحث ریشه دار است و بنابراین هیچ سنخیتی، یعنی اینجوری بخوام به شما بگم، بفرمایید آقای محبی و خیلی از دوستان دیگر، دوستان عزیز فبکیون، هیچ سنخیتی وجود نداره بین این حرفا که بشه بیسی باشه برای بحث. من به آقای دکتر کریمی عرض کردم، گفتم دکتر جان به جای نقد این کتاب که بهانه خوبی است برای این هیجانات که باید باشه، برای اشاعه لازمه،
کاش که آقای دکتر صفایی اون موقع یه حرکت اشاعه آمیز، اشاعه‌ای در مورد کار شروع می‌کردن، حتی در موافقت یا مخالفت، تا امروز خلاصه به جایی برسه. و الا آقای دکتر صفایی عزیز، هیچی تو این کشور درست نمیشه مگر اینکه یه عده بیان پاش سینه بزنن. ممکنه بعد از 8 سال 9 سال 10 سال سینه زدن برای هدیه‌های آسمان اولا دستبر بخوره به هدیه آسمان، بعدم بیان خیلی راحت عوضش کنن، هر کاری دلشون خواست بکنن، اسم خودشون اسمون هم بذارن هدیه آسمان، فردا ما رو هم در مقابل معلمین این کشور و بچه‌های این کشور بی‌آبرو می‌کنن. ولی اون هدیه آسمان خیلی تفکری بود و خیلی تفکری باید باشه و هیچ کس دفاع ازش نکرد و مرد. و این به عهده شما معلم‌هاست. شما معلم‌هایی که نقش یک معلم اپراتور به خودتون دادید، نه یک معلم. من این ایده رو در انجمن بین‌المللی مطالعات تطبیقی تعلیم تربیت مطرح کردم. برای اونها هم جالب بود. گفتم ما در این دنیا، این تعبیر پستمنه که اونایی که اهل رسانه هستن میشناسنش و متأسفانه به رسانه چی میشناسنش تا متفکر تعلیم تربیت، ما چیستی تعلیم و تربیت رو فراموش کردیم، به چگونگیش داریم میپردازیم و این از معلمان و مربیان یک تیچر اپراتور درست میکنه، نه یک تیچر تینکر. و حالا شما میخواید برید سراغ بچه‌ها، محال ممکنه بی خودم آب تو این همه نکوبید. بنده 10 سال کوبیدم، با اینکه سنم خیلی زیاد نیست، 42 سالمه، ولی از 32 سالگی زندگیم این بوده. امروز میبینم که فقط کوبیدم، ولی خسته نمیشم. نگاه میکنم به بزرگترهای خودم، ببینم که خسته نشدن، ادامه دارن میدن. دوستان معلمم، این آقایونی که خانمایی که اینجا هستن، من 10 سال پیشم بعضیشون دیدم، جوون بودن، هنوزم پای حرف هستن، دنبال یه چیزی میگردن، دنبال همون حقیقته میگردن که لیپمن میگه قابل یافتن نیست و شاید اصلا دعوای ما از همینجاست که اتفاقا قابل یافتن است. دنبال اون حقیقته میگردن، پیداش کنن. عرض من اینه، یه سوال ایجاد میکنم برای دو طرف، هم برای اونایی که اون کتاب رو عجولانه، غیر عالمانه، محکم میگم غیر عالمانه، دکتر حسنی در گوشش گفتم اسم تو اونجا برو خط بزن، من خیلی رو اسم خودم حساسم، همینجوری از این ور اون ور فبک بالیده، آقا اصلا این ربطی به فبک نداره، چرا از اصطلاحات این استفاده کردید؟ حق دارن آقایون، میگن شما اصطلاحات ما رو اصطلاحات این رو استفاده کردید، شما لیپمن بدتون میاد، چرا حرف لیپمن رو زدید؟ آخه آقای دکتر ناجی یه چیزای دیگه به شما نشون بدم، اگه میخندی بیشتر بخندی، اگه گریت میگیره بیشتر گریه کنی. من روزخون خوبیم. چیزایی به شما نشون میدم که وحشتناکه، مقاله‌ای که نوشته شده بود و توی اون تمام دیدگاه‌های روانشناختی، تمام پارادایم ها به تعبیر شما اومده بود و نوشته بود ما همه اینا هستیم. همزمان رفتارگرا بودن، بندورایی بودن، همزمان شناختگرا بودن، همزمان نمیدونم یعنی هم ویگوتسکی بودن، هم من نمیدونم اینا رو خوندی توی کتاب همه رو جمع کردی، میخوای بگی من سواد دارم اسم اینا رو بلدم؟ بابا این کمباین کردن آخر سر در گوش ایشون عرض کردم، ارز خود ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگری توست. تعلیم تربیت 15 16 تا علم وقتی کنار هم داستان میارن، کتابش بخونید، 15 16 تا علمه. تو 15 تا 16 علم رو اگر ازش بهره نداشته باشی عالم تعلیم تربیت نیستی. اونم با این جداکاریایی که ما الان میکنیم، فلسفه، برنامه درسی، اون یکی هم دعوا دارن و هیچ هم حرفی هیچ کسی نمیفهمه. من یه نکته عرض میکنم که دو طرف رو یه ذره همچین آروم کرده باشن. میگم فبک به عنوان یک پروژه جهانی جا داره در ایران پیگیری بشه. منم هر جوری هست در خدمتشم، شخصا دوست دارم. رسانه‌ایش هم میکنم، به ایشون قول دادم، گفتم صدای این رو از توی آکادمی در میارم، تو جهان اسلام پخش کنم با امکاناتی که دارم. از اون طرف این کتابی که نوشته شده میدونید هولولکی بوده، زورکی بوده، درست میگن. آقا به من گفتن شما مجبوری اینو بنویسی، میگم من مجبور نیستم، مگه من نیومدن سراغ بنده؟ گفتن آقا باید بنویسی یه ساله. گفتم اگر تو بالا سر من بشینی نمی‌نویسم، چه برسه به اینکه اگه اونها میخوام آزاد بنویسم، من نویسندم، من که چه میدونم بیل دستم نگرفتم که بخوام جوجه شخ بزنم. آقا برنامه درسیش کو؟ اول بهشون عرض کردم، هم از شما میپرسم ازشون برنامه درسیش کو؟ من رو برنامه درسی حرف میزنم. فبک برنامه درسی نداره، اسمش برنامه است اما برنامه درسی نداره. کتاب ببینید یه ایده پخته کاملا با ابزارهای آموزشی همراه شده است اما برنامه درسی ندارد. حداقل برنامه درسی مبتنی بر فرهنگ نداره و شما نمیتونید بگید آموزش و پرورش یک جزیره است. آموزش و پرورش یک خلیج، یک قاره به هم پیوسته است به فرهنگ.
و نمیشه شما عناصر فرهنگی رو از تربیت خارج کنید. از هر جا اومد باید برنامه درسی نوشته بشه. کو برنامه درسیش؟ برنامه درسی رو بنویسید، مخلصش هستید. این بر آقای دکتر حسن. اون گروه مؤلفین برنامه درسیتون کو؟ شما یک کتاب نوشتید، تازه یک کتاب کار نوشتید. کجای دنیا نوشته شده که کتاب کار بدون کتاب درسی؟ کتاب درسیش کو که کتاب کارش باشه؟ یعنی چی این؟ اصلا من نمیفهمم. کتاب کار بدون کتاب درسی یعنی چی؟ شما برای من توضیح بدید. اوکی، حالا بقیه‌اش هیچ. برای جنبندی سوال میکنم. بدون کتاب خیلی خوبه، ما مخلص هم هستیم. مثل همین کار فبک کتاب نداره. میگه آقا کتاب پینوکیو رو بخون، ازش استفاده کن، این میشه ابزارهات. اون خیلی هم خوبه. بسته‌ای داره برای خودش، این که میگم باید باشه واسه اینکه پدر مادر داره، صاحب داره، حالا غلطه بده کاری نداره. جنبندی من یه سوال مطرح میکنم. یه چیزی رو نیست که یادمون رفته. آیا نه این است که اگر این نیستش محکم بگید این نیست، بنده میبندم دهنم. آیا نه این است که آموزش اساساً هر ماده درسی باید از مسیر پژوهش و تفکر باشه؟ آیا نه این است که یکی از بزرگترین اساتید تعلیم و تربیت و شاید بزرگترین استاد تعلیم و تربیت، من ادعا میکنم کتابش هم نوشتم، تو اون کتابم ادعا کردم، بزرگترین استاد تعلیم و تربیت ایران آقای دکتر علی شریعتمداری محکم وایساده گفته این رو که روش آموزش همان روش علمی است. ما اینو میفهمیم؟ اگه اینو میفهمیدیم فیزیک، شیمی، ریاضی همش یه دونه درس کنار بقیه درس ها گذاشتن، آموزش و پرورش خطاست. فبک میتونه مثل رباتیک مطرح بشه. تازه حالا با آقای دکتر ناجی و خانم دکتر هدایتی عرض می‌کنم تو رو خدا بیاید تلاش کنید، چون من میدونم انگیزه شما مسئله تربیته، مسئله فبک، شما بدهکار به فبکی، مأمور فبک که نیستید که، انگیزه شما تعلیم تربیته. تو رو خدا بیاید کاری بکنید که بچه‌ها از مسیر درس علوم و ریاضی و فارسی و دینی تفکر رو عملاً لمس کنند و معلم‌ها بیچاره‌ها دنبال این بودن تا حالا. اگر گیج شدن تا حالا واسه اینکه 1000 نفر مثل بنده هی خروار حرف زدن واسه قاطی کردن، هم که دیگه چیز نیستن. من خواهشم اینه این نکته هم دقت کنید. اگر این جمله آقای دکتر علی شریعتمداری استاد بنده، من افتخار میکنم به شاگردی ایشون، هر کسی بحث داره از طرف ایشون بحث میکنم، چون تنها کسی که آراء ایشون رو تبدیل به کتاب کرده و نقد کرده و بررسی کرده و به خود استاد تقدیم کرده بنده بودم. عرض میکنم حرف ایشون رو کاملا قبول دارم. روش آموزش همان روش علمی است و در تمام فعالیت‌های آموزشی باید پژوهش و تفکر جاری باشه. خدا نکنه اگر بیاید یه درس براش درست بکنید، آدم‌ها درسته که فلاسفه می‌فرمایند اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند، اما در عمل اتفاقاً می‌کنند. بچه یواش یواش فکر می‌کنه که این تفکر، این دینه، تمام. این زنگ باید خیلی بچه خوبی باشه سر کلاس، این زنگ باید متفکر باشه، این زنگ باید رو دست بغل دستش ببینه و این خطر. دوستان جامع فکر کنیم. آموزش پرورش نیاز به یک اندیشه جامع داره. پروژه فبک رو نمیگم، پروژه فبک سرجای خودش بسیار درسته و سرجای خودش توی پژوهشگاه داره میره جلو، منم همکاری میکنم. آموزش و پرورش حواستو جمع کن. تو داری یه کاری همین درس مهارت‌های زندگی رو تو شیراز فریاد زدم. گفتم هیچ چیزی بدتر از مهارت زندگی برای سکولار کردن زندگی دینی ما نیست. اگه تو جمهوری اسلامی مسلمان ادعا میکنی که دین ابزاری است برای زندگی، ارزش‌هایی رو به تو میگه که درست زندگی کنی، درست حرف بزنی، درست بنشینی، درست بخوری، درست تعامل کنی، خب اینو استفاده کن. بلد نیستی، نمیفهمی یا بد گفتن برات به من ربطی نداره، این دینه. حالا تو اومدی چیز دیگه هم کنار این گوشتی مهارت زندگی، پس دین مهارت مردگی است. تفکرم همینطوره. تفکر حالا ببینید ترجمه کردن گفتن فبک رو میگن فکر پروری، خیلی بلند پروازانه است. اگه همون فلسفه برای کودکان میگفتن من خیلی باش دوست بودم. گفتم دوست فلسفه برای کودکان با همون روشی که دنیای صوفی تازه اون فلسفه داره یاد میده، فلسفیدن یاد نمیده. تفکر انتقادی، تفکر مراقبتی، هر چی هستش اگر اینه، این باید جاری بشه تو همه چیز. ولی دعوای ما با لیپمن، با ویگوتسکی، دعوای این با اون سرجای خودش اینو تو محیط آکادمیک. یه وقت فکر نکنید که خدای نکرده شوی اجرا شد برای اینکه همه بیان بگن به به چت چت یا این خوبه یا اون بده ها. هر دو تایی نقص داره. این ور عجله تون میدونم چجوری شده و بر مبنای یه فکری که اگه دلتون خواست ریزش میکنم براتون. جلسه بعدیش آقا مهمون ما
تشریف بیاد اتحادیه تلویزیون‌های اسلامی توی پروژه دین رسانه کودک، تربیت رسانه کودک ما دعوت